پزشکان در شهر ایرکوتسک برای نجات زهرآلود شدگان محلول دولانه مبارزه میبرند. شماره دقیق آنهایی که این محلول برای آببازی را استعمال کردن معلوم نیست، اما تعداد فوتیدگان به 60 نفر میرسد. روز سه‌شنبه در بیمارستان‌های شهری 40 نفر بستری شدند و حال اکثریتشان بسیار بد است. با وجود آنکه در برچسب محلول نوشته شده است خوردنش ممکن نیست، ولی برخی آن را عائلوی استعمال کردند. به مغازه در آمدم و خریدم. حتی شرم می‌دارم که در این باره بگویم. محلول دولانه را در شیشه 250 گرم می‌فروشند. با شوهر و خوشدامنم آن را نوشیدیم. خوشدامنم متاسفانه فوتید. آنهایی که محلول زهرآگین را خوردند خودشان به یاری تعجیلی زنگ زدند. تنها نفران خوش‌طالع زنده ماندند. بامداد از دردی سختی سر بیدار شدم. هنوز آفتاب نبرآمده بود. چشمانم خیره شد. سبب فوت عاموی را زهرشناس الکسی تریاتکوف به ترکیب کیمیاوی محلول و مقدار استعمال شده آن ربط می‌دهد. Большое количество погибших в данной ситуации, это сразу я говорю, предваряю вопросы. ترکیب این محلول از متانول عبارت است و استعمال برزیادی آن باعث مرگ مردم زیاد شد. متانول در حجم 30-50 میلی لیتر الکی کشنده است، اما آدمان از این معیار هم بیشتر نوشیدند. Метанол – это летальная доза. Люди употребляли значительно большие объемы. در شهر ایرکوتسک حالت فوق‌العاده و ماتم اعلان شد. مقامات در انبارها و فروشگاهایی که احتمال نگهداری و فروش این محلول مرگاور وجود دارد ریدها انجام می‌دهند. تا پایان تفتیشات فروش مواد سپیرت داشته، محلول دولانه و الکل ساخته منع شده است. پلیس 2 فروشگاه محلول زهرآلود دولانه را نیز آشکار و چند نفر را بازداشت کرده است.